در شهر خوجند 7 مؤسسه تا مکتبی از معیار زیاد کودکان را فرا گرفته است. در این باره معاون رئیس ولایت سوخت انور یعقوبی هنوز ضمن نتیجه‌گیری از فعالیت یک ساله حکومت شهر در آخرهای ماه ینور اطلاع داده بود و تاکید کرد که چندی از صاحبکاران عایدی جدا نمودن قطعه زمین برای بنیاد کودکستان در شهر به مقامات عریضه پیشنهاد کرده بودند، اما تا حال کارهای ساختمانی در این منطقه ها آغاز نشده است. انور یعقوبی به مسئولین این ساحه سفارش داد که مشکلات صاحبکاران را آموخته برای هر چه زودتر تهیه نمودن لایحه‌ها و آغاز کردن کارهای ساختمانی کودکستان‌های وعده شده در شهر خوجند شروع نمایند. نقشه سال جاری و همین باید داخل شود. همه امروز دعوت بودم گفتن زمین مراجعت کردم، بعضیشون قطعه زمین گفته که قابل نمی‌سازند. کمک کردن در لایحه‌های انگارشان و لایحه ساختمانشان را تهیه کرده، تستر اکسپرتیزی دولتی گذشته تستر و آغاز کردنشان. در شهر خوجند بجز از نرسیدن کودکستان‌ها اینچنین کم بودن مؤسسه‌های تعلیمی نیز به چشم می‌رسد. معاون رئیس ولایت سوخت در جلسه جنبستی گفته بود که نارساگی مکتب اساساً در قسمت ساحلی چپ شهر مشاهده می‌شود و تاکید کرد که عایدی مسئله بنیادی مکتب و کودکستان جدی کاربری کرده این مشکلی را در سال 2021 باید حل نمود، زیرا برای بنیادی مکتب و کودکستان در شهر چند لایحه‌ها پیش بینی شده است و اما در عمل اجرا نشده است. مکتبی که با از جانب فدراسیون روسیه ساخته میشد چیزی شد، اما حجتاش دسترس شد نشد کدام حالت هم در اقل ما کدامو آواز نبراری مگر رفتن بگیرد که ما آماده مرحمت بیتون برای لایحه ما آماده مکتوب کردن که براندن در که وزارت معارف جمهوری ترکستان، حکومت جمهوری ترکستان براندن در که سفارتخانه‌اش براندن در که این مسئله حل کردن در که. انور یعقوبی تاکید کرد که در مؤسسه تعلیمی 18 و 4 شهر خوجند نیز باید بنای علاوه‌ای برای فراگیری خوانندگان بنیاد کرده شود. وی به مسئولین سفارش داد که اطراف بنای مکتب را از نظر گذرانند و کوشش کنند که در قطعه زمین علاهیده نیو بلکه اگر امکان باشد ساختمان بنای علاوه‌ای را در آشیانه‌های سیوم و چهارم مؤسسه ادامه دهند. بعضی بابای سیمخانه‌های مهنت و دیگر و یک آشیانه دیگر باشد همون جاش به تخانش به و این سیمفونی مهنت و فروارده بالا نقشه گفته بالاش به سه آشونه چهار آشونه براده پرابلمی حل کردن در که مرکز به بیناهای بلند آشونه زیاد شده شهر بالا و رفته است. حاضر من همون کویچی آفته باید بر وسیع میکنیم گفته ساختمان رفته است اول یک تا محلی کلان آدمش بالا زندگی میکنه که اون که جوه همه همون کویده کشه همه همون باید شه این به حدی همین مسئله سخت کار کنده کن. آینده شهر وابسته به ساحه معارف. در شهر خوجند 32 کودکستانی دولتی و 14 کودکستانی خصوصی عمل میکند، اما گفته می شود که اهالی شهر خوجند سال از سال زیاد شده این کودکستان ها امکانیتی پورا تامین کردن کودکان را ندارند. بنابراین مسئولین را ضرور است که برای بنیاد مکتب و کودکستان در شهر هرچی بیشتر کوشش نموده طلبات مردم را قانع نمایند. گزارش فرزانه شمسی و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.